به نام خدا، محمد صادق خواجی هستم. طراح، سازنده، مخترع، نویسنده و مؤلف کتاب‌ها و مقالات پرینترهای سه‌بعدی. همچنین به عنوان مدرس و مشاور کسب و کارها در این حوزه مشغول به فعالیت هستم. در این ویدیو قرار راجع به پرینترهای سه‌بعدی و مخصوصاً پرینترهای سه‌بعدی بتون ویژه رشته‌های عمران و معماری صحبت کنم. این ویدیو بر پایه کتابایی که خودم تالیف کردم در 2 جلد تالیف شده و این کتاب‌ها دارای گواهی‌های ثبت اختراع داخلی، بین‌الملل و همچنین مقالات و جوایز مختلف از کشورهای مختلفی میباشد. در جلد اول این کتاب مطالب عمومی‌تر ویژه رشته‌های مواد، الکترونیک، برق، مکانیک و غیره و جلد دوم ویژه رشته عمران معماری مخصوصا راجع به بتون توضیح داده شده. قبل از اینکه ما بحثمون رو شروع کنیم بهتره که یک سری مفاهیم اولیه از پرینترهای سه‌بعدی باهاش آشنا بشیم. اولین مفهومی که قرار باهاش آشنا بشیم مفهوم های تک است. های تک یعنی چی؟ یعنی به صنعتی گفته میشه که نقش علم از تجربه در اون بیشتره و سیر تکامل و پیشرفت و تغییر و تحول در اون خیلی زیاده. پرینترهای سه‌بعدی جزو صنعت‌های های تک هستن. مفهوم دومی که قرار باهاش آشنا بشیم مفهوم رپید پروتوتایپینگ یا نمونه سازی سریع. نمونه سازی سریع یعنی چی؟ نمونه سازی سریع نگاه کنید، ما 2 تا حالت، 2 شاخه از نمونه سازی سریع داریم. شاخه اول بهش میگن نمونه سازی کاهشی. نمونه سازی کاهشی یعنی چی؟ یعنی من یک جعبه‌ای دارم یا یک مکعب یا هر چی. این نمونه میاد لایه لایه نمونه ها کاهش پیدا میکنه تا شکل نهایی منو بهم بده. مثلا نگاه این مثلا جاشمی من، فکر کنید این اول یک سنگ سالم بوده، مکعب مستطیل، لایه لایه تراش خورده، داخلش تراش خورده، روش تراش خورده، کم شده تا شکل نهایی رو به من داده و نمونه تو خالی و اینا هستش که تراش خورده. نمونه سازی شاخه دوم بهش میگن نمونه سازی افزایشی. نمونه سازی افزایشی یعنی چی؟ یعنی آقا من هیچی ندارم رو سطح اولیم. روی این سطح اولیه بالاخره یا یک لایه ریخته میشه با آب یا هر چی ریخته میشه، روی هم لایه ها چاپ میشه یا خود لایه چاپ میشه و لایه بعدی روی لایه قبلیه. مثلا نگاه کنید این بتون، لایه اول ریخته شده، لایه بعدی روش چاپ شده، لایه بعدی روش، همینطور میره تا شکل آخرین مکعب مستطیل رو به من بده. اینو بهش میگن نمونه سازی افزایشی. نمونه سازی ما مثلا حالا میتونه مثلا شکل‌های دیگه‌ای هم باشه، مثلا شکل‌های با قطرهای ریزتر، با مواد مختلف و مدل‌های مختلف. میخوایم اولین مسئله‌ای که با هم داشته باشیم اینه که چرا پرینترهای سه‌بعدی ما استفاده کنیم. پرینترهای سه‌بعدی به این دلیل که ما نمونه‌های اولیه‌ای که می‌خوایم تولید کنیم، مثلا نمونه پروتوتایپمون، نمونه اولیه‌مون بدون اینکه مثلا تجاری باشه یا مثلا کار عملیاتی داشته باشیم، نمونه اولیه سریع ما تولید می‌کنیم و می‌تونیم تست کنیم. مسئله دوم اینه که وقتی تیراژمون کم باشه روی مثلا ساخت قطعه‌ای، تو تیراژ کم صرفه اقتصادی با اینه که ما مثلا خودمون این نمونه رو تولید کنیم. وقتی میخواد یک نمونه مثلا با تیراژ بالا تولید بشه بهش میگن تجاری سازی یا صنعتی سازی. ولی صنعتی سازی مثلا فکر کنید من همین نمونه رو میخوام تولید زیاد کنم، تولیدش انبوه باشه. میان چیکار میکنن؟ میگن آقا این دستگاه میخواد، یک دستگاه بسیار بزرگ تولید میکنن، قالب میخواد، قالب رو تولید میکنن، نمیدونم تزریق داره و اون دستگاه برای من یه دونه نمونه من که ارزش نداره که. به خاطر همین ولی برای نمونه‌ای که ما قرار تولیدمون انبوه باشه صنعتی سازی خیلی بهتره. ولی وقتی تیراژمون کم باشه هم اون قیمتش بالا هم نمیصرفه. مسئله سوم اینه که شخصی سازیه. شخصی سازی یعنی چی؟ یعنی من مثلا میخوام یک لیوانی تولید کنم. این لیوان میخوام مثلا پایینش گودتر باشه، بالاش مثلا کوچیک‌تر باشه یا مثلا دستش 2 تا تاب بخوره. هر مسئله‌ای به این میگن شخصی سازی. مثلا من یه طرحی میخوام تولید کنم، میگم آقا این طرح منه، طرح پیچیده‌ای هم هست، میخوام این الان خودم طراحی کردم، میخوام اینو شخصی خودم بسازم. به خاطر همین با پرینترهای سه‌بعدی استفاده میکنم. مسئله چهارم قطعاتیه که ارزش افزوده بالایی داره. یعنی مثلا قطعات نایابی، مثل پیچ مثلا یک دستگاه یا مثلا قطعاتی که مثلا برای یک دستگاه حیاتی،
قطعاتی که در مثلا کمیابه یا مثلا ما تحریمیم، این قطعات وارد نمیشه، طراحی میکنیم و خودمون میسازیم. این مسائل باعث میشه که ما به سمت پرینترهای سه‌بعدی رو بیایم و خیلی مسائل دیگه. پرینترهای سه‌بعدی در حوزه‌های مختلفی خب الان وارد عمل شدن. مثلا در حوزه‌های ساخت قطعات پیچیده مهندسی که مثلا نمونهش همین الان ما دیدیم، ساخت قطعات پیچیده مثلا با شکل‌های مختلف، مثلا حتی این سوراخ‌ها و قطعات داخلش کار قالب و اینا نیست، واقعا سخت ساختنش. یا مثلا مثلا خودروسازی بدنه خودرو، طراحی اولیه خودرو رو مثلا ما با پرینترهای سه‌بعدی میتونیم بسازیم. در رشته‌های مثل هوافضا، ساخت‌های توربینا و ماکت‌های توربینا، در رشته مثلا رشته علوم پزشکی، ساخت اندام‌ها بهش میگن پرینترهایی که برای علوم پزشکی هست. مثلا اگه بافت تولید کنن بهش میگن پرینترهای بایو پرینتر. ولی مثلا پرینترهای دیگه هست، مثلا من پروتزهای درمانی میخوام تولید کنم، یا میخوام مثلا قبل از عملهای جراحی مهم عکسای سی تی اسکن رو برداریم که یک نمونه اولیه بسازیم بیایم بررسی کنیم. اینا پرینترهای معمولیه. در علوم پزشکی استفاده میشه. در جواهرسازی پرینترهای معمولا با رزینه که میان این قطعه رو میذارن، بعد میسازن، ذوب میکنن، تو خاک میریزن و جواهر روش میریزن که شکل جواهر به دست بیاد. در حوزه‌های عمران و معماری برای ساخت خونه، ساخت قطعات، پل و اینا، در حوزه‌های مجسمه سازی و در آموزش این پرینترها فعالیت میکنن. خب پرینترهای سه‌بعدی، ما میخوایم اولین مسئله‌ای که بهش برسیم اینه که پرینتر سه‌بعدی از چه قطعاتی تشکیل شده؟ قطعات مهم پرینتر چیه؟ خب راجع به اجزای پرینتر سه‌بعدی ما قرار بود صحبت کنیم. پرینتر سه‌بعدی در اصل یک وسیله بین رشته‌ایه، بین رشته‌های مختلف که موادش خب میشه گروه های مواد، بدنش میشه گروه مکانیک، برقش میشه گروه برق و الکترونیک و بین رشته‌های مختلف کاربرد داره. خب اولین قسمتیش که قرار بررسی کنیم قسمت‌های مکانیکی این پرینتره. قسمت‌های مکانیکی شامل چی میشه؟ شامل شاسی، موتورهای حرکتی، سرو موتورها و قسمت‌های مثل ریل و واگن، نمیدونم بالاسکرو، مخزن اکسترودر و غیره. خب پرینترهای سه‌بعدی در اولین قدم میخوایم ببینیم چند تا شاسی دارن، مدل‌های مختلف اسکلتشون چیه. خب مدل‌های مختلف اسکلتی، اولین مدلی که میخوایم بررسی کنیم مدل کوبیک یا مربعی. مدل کوبیک یا مربعی داره مثلا 4 تا استپر موتور هستن. این 4 تا استپر موتور، حالا بزنید ببینم شکل یک کوبیک دارم. در نگاه کنید این پرینترها رو میبینید، این بازویی که دقیقاً اینجا هست و این بازو و دو تا هم این طرف در جهت‌های زد حرکت میکنه. خود این قسمت این بالا این در جهت ایکس و این المان که این ته هست در جهت ایگرگه. این کوبیک اینجوری حرکت میکنه که 4 طرف 4 تا ستون زده میشه و با 4 تا موتور حرکت میکنه. مدل بعدی مدل دروازه‌ای هستش که میبینید در جهت ایکسش یک موتور، در جهت زد موتور و در جهت وای هم موتور داره. مدل بعدی مدل های بازویی و کابلی هستن. این مدل های بازویی خب انواع و اقسام مختلف دارن، اینا مثلا دوار هستن. مدل های بازویی دیگه هم هستن. مدل های کابلی هم اینجوریه که این مدل های کابلی شبیه جرثقال های کسوله های آهن هستن. مدلی دیگه هم هستش به نام مدل دلتا. مدل دلتا اگه عکسش رو اینجا داشته باشیم، این مدل های دلتا که 3 تا بازو داره به وسیله خب 3 تا موتور که در پایین این مدل ها تعبیه شده به بالا و پایین میره. این مدل ها توسط خب تسمه ها و یا ریل و واگن و یا هر وسیله میتونه حرکت کنه. خب وسایل حرکتی اینا چی هن؟ وسایل حرکتیشون ببینین خب
اولین وسیله حرکتی بال اسکرو. بال اسکرو چیکار میکنه؟ این شبیه یک پیچ و مهره، این گویا داخل این قطعه میچرخن و باعث میشه این حرکت ما به سمت بالا و پایین این شکل داشته باشه. قسمت دوم دنده و شانه، وسیله حرکتی دوم در پرینترها. وسیله سوم تسمه تایم. وسیله چهارم ریل و واگن برای حرکت. بعد بال بوشینگ قسمت های بعدی و این اجزای مکانیکیشه. اجزای برق و الکترونیکش شامل یک بردی میشه و سیستم کنترل کننده و درایورها و غیره، که این برد مثلا تو پرینترهای عرف بازارمون برد آردوینو هستش، آردوینو مگا 2560. و قسمت آخر خب موادشه، بستگی به نوع پرینترمون موادش متفاوته. در پرینترهای مثلا فیلامنت و پلاستیک و اینا خب اکثرا با این پرینترها آشناییم. یه صفحه گرم در پایین داره، یه صفحه گرم هم یک در داخل اکسترودرش هم یک قسمت گرم کن داره که این پلاستیک رو بتونه آب کنه. قطعه بعدی خود همین اکسترودره. اکسترودر شامل چی میشه؟ اکسترودر یه وسیله‌ایه که باعث میشه مواد با فشار تزریق کنه یا خارج بشه. خب این اکسترودر ناکنید یا میتونه حالت ماردون باشه یا میتونه پنوماتیک باشه. خب اکسترودرهای پنوماتیک برای معمولا سیالات استفاده میشه، ماردونا برای مثلا مثل همین بتون و اینا استفاده میشه که این مدل های مختلف اکسترودرهای. خب ما میخوایم اولین قدمی که برداریم بگیم که آقا یک مدلی که میخوایم طراحی کنیم باید براش چیکار کنیم. ما برای یک مدلی که میخوایم چاپ کنیم و طراحی کنیم باید اولین کاری که بکنیم این مدل رو طراحی کنیم. خب طراحی با چی میشه؟ با نرم افزارهای مختلف مثلا اتوکد، سالید ورک، بستگی داره هر نرم افزاری برای مثلا رشته مکانیک با نرم افزار خودشون، رشته عمران معماری با نرم افزار خودشون، حتی با نرم افزار دیگه هم میتونیم. بعد از این طرحی که ما ساختیم یک خروجی بگیریم به نام خروجی های STL. این طرح ما کامله. بعد از این یک خروجی STL بگیریم. خروجی STL رو به جی کد تبدیل میکنیم. خب خروجی STL این تبدیل به جی کد میشه توسط یک سری نرم افزار است به نام نرم افزار اسلایسر، یعنی تیکه تیکه میکنه، اسلایس میکنه این شکلو. حالا این نرم افزار خب باز برای این برد، برای این نرم افزار آموزش تخصصیش خب باز دوره‌های بعدی هستش انشالله. ولی خب مثلا مثل کورا، مثل رپیتیر یا نرم افزارهای دیگه که شکل و اسلایس میکنن و باعث میشن که پرینتر لایه لایه اینو بتونه چاپ کنه. خب برای برنامه نویسی روی بردمون، برد آردوینو، بستگی به نوع پرینترمون اونجا هم میتونیم یه برنامه بنویسیم. نحوه عملکرد یک پرینتر سه‌بعدی رو میخوایم بررسی بکنیم. این دستگاه اصلا چجوری کار میکنه؟ منطقه کارش چیه؟ شما برای اینکه یک جسم رو توسط پرینتر سه‌بعدی ساخته بشه 3 مرحله اساسی باید طی بشه. توی تصویر به صورت شماتیک نشون داده شده. مرحله اول مرحله طراحی جسم توی کامپیوتره. ما الان نرم افزارهای بسیار زیادی و متنوعی برای بحث طراحی سه‌بعدی داریم. تقریباً برای هر رشته تحصیلی و کاری و فنی مهندسی یک یا چند نرم افزار داریم. معنی و مفهوم حرف من این استش که اولا شما توی استفاده از نرم افزار محدودیت نداریم و می توانید با هر نرم افزار طراحی سه‌بعدی کار طراحیتون رو انجام بدید. و دوم اینکه دست شما باز هست برای انتخاب‌های شما، اما هر نرم افزار برای یک کاری مناسب است. به عنوان مثال اگه شما بخواید یک مجسمه یا سردیس رو طراحی بکنین، این کار طراحی رو میتونیم با هر نرم افزار طراحی سه‌بعدی انجام بدیم. اما نرم افزار تخصصی برای طراحی مجسمه و سردیس داریم. طبیعتاً کار طراحی سردیس با کمک نرم افزار تخصصیش بسیار راحت‌تر و معقول‌تر هستش تا ما نرم افزار غیر تخصصی. پس اگر شما بخواید وارد این موضوع بشین تو قسمت طراحی
باید بررسی بکنید برای چه کاری میخواین استفاده کنید. آیا میخواین قطعه طراحی کنید یا بدنه یا مجسمه یا سردیس یا ماکت یا هر چیزی که میخواین تولید کنید. برای هر کاری الان نرم افزار خودش وجود داره. گام دوم اینه که ما تو مرحله اول فایلی که طراحی کردیم به کمک نرم افزار یه خروجی با پسوند STL بگیریم. این پسوند استانداردی هستش که تو دنیای طراحی سه‌بعدی استفاده میشه و این پسوند با پسوند STL به یه نرم افزار به نام اسلایسر میدیم. اسلایسر یک اسم خاص نیستش. ما اسلایسرهای مختلفی داریم که گفتم بهتون. کار نرم افزار اسلایسر هم من یه اشاره‌ای کردم اینجا، تکمیل تر میگم. این فایل سه‌بعدی ما رو میاد تبدیل میکنه بر اساس اون تنظیماتی که کاربرمون اسلایسر میخواد، تبدیلش میکنه به تعداد زیادی لایه، تعداد لایه دو بعدی. اگر این تعداد لایه ها رو ارتفاعش رو کم در نظر بگیریم یا نازک در نظر بگیریم یا ارتفاعش ناچیز باشه و میل کنه به صفر یا اونو میتونیم ما در نظر نگیریم، میشه تعداد لایه های نامحدودی مثلا برای خود همون شکل اساسیمون. هرچی ما تعداد لایه هامون ریزتر باشه خب دقت کارمون هم بالاتره، ولی خب برای بعضی مسائل نمیشه تعداد لایه ها رو ریز کرد. در گام سوم این لایه ها رو به دستگاه پرینتر سه‌بعدی میدیم و پرینتر سه‌بعدی به روش ساخت افزایشی که قبلا بهتون معرفی کردیم لایه ها رو یکی یکی میسازه. لایه اول رو میسازه، لایه دوم رو روی لایه اول میسازه و همینطور با ساختن لایه ها و اتصال همزمان آنها به همدیگه به مرور این جسم سه‌بعدی ما ساخته میشه. پس با این سه روش و سه مرحله اساسی یک جسم توسط چاپگر سه‌بعدی ساخته میشه. مرحله دوم یا همون اسلایسر رو تو اسلاید بعدی بهتون میگم. ببینید این جسم سه‌بعدی که ما نرم افزار طراحی کردیم اول تبدیل میشه به STL. یک فایل استاندارد هستش، حالا به لحاظ فنی داستانهای خیلی زیادی داره. در حقیقت شکل منحنی با هر شکلی و با فرمولای ریاضی تبدیل میکنه به تعداد زیادی مثلث، منگار مشبندی میکنه و توی نرم افزار سه‌بعدی هم توی سیوزش همه معمولا STL وجود داره یا پلاگیناش وجود داره، یا تو گوگل اگه سرچ بکنین نرم افزار انگار آنلاینش هم وجود داره و تبدیل میشه به فایل‌های STL. حتی کانورتورهای آفلاین هم وجود داره برای تبدیل اینا که شما دغدغه‌ای نداشته باشین. اطلاعات فایل STL توسط اسلایسر تبدیل میشه به تعداد زیادی لایه که ما به این لایه ها میگیم لایه های جی کد اصطلاحاً و خروجی نرم افزار اسلایسر یک فایل با پسوند جی کد هستش. جی کد استاندارد نرم افزار دستگاه CNC هم هستش. اطلاعات تمام اون لایه ها توسط فایل جی کد به عنوان خروجی اسلایسر روی فلش ریخته میشه یا با کابل به پرینتر متصل میشه و اون کار رو بر اساس این فایل جی کد به روشی که عرض کردم لایه لایه انجام میده. شما تو اینجا یک نرم افزار شبه اسلایسر هم میبینین. فکر کنم مفهوم حرف من الان بهتر درک میکنیم. این فایل سه‌بعدی تبدیل شده به لایه های دو بعدی. اینجا ضخامتش حالا زیاده ولی میتونید ضخامت کمتر باشه که دقت ما افزایش پیدا کنه. و اینجا هم میتونید که ببینید لایه‌های مختلف که چه شکلیه. این بغل در حقیقت پرینتر سه‌بعدی کارش اینه که هر کدوم از این لایه ها رو میسازه و روی همدیگه انجام میده و با چیدن این لایه روی همدیگه این شکل ما ساخته میشه. خب
توی اسلاید بعدی تکنولوژی مختلف چاپ سه‌بعدی رو بهتون معرفی میکنم. جای خوندم، البته براش سند محکمی ندارم، ولی اعداد ارقام به صورت حدودی صحیحه. ما بیش از 400 پتنت یا روش مختلف برای ساخت یک جسم به روش چاپ سه‌بعدی داریم. یعنی 400 روش مختلف تا به حال توی دنیا ثبت شده که به کمک این روش ها یک جسم رو میتونیم چاپ سه‌بعدی انجام میده. از این 400 روش مختلف همشون به مرحله تجاری سازی نرسیدن و محصول نشدن که بتونین از جای بخرین و استفاده کنین و پشتیبانی بشه. چیزی قریب 40 روش مختلف تا حالا تجاری سازی شده که هر کدوم از این روش ها شرکت های مختلفی و محصولات مختلفی دارن که شما الان میبینید که چه دنیای متنوعی داره. یک نمودار گرافیکی من توی این اسلاید براتون قرار دادم. دسته‌بندی های اصلی و اساسی روش های مختلف آورده شده. طبیعتا ما تکنیک هایی داریم که تو این دسته‌بندی نیومده. اینا مهمترین تکنیک ها و کاربردی ترین تکنیک ها. دسته ای از پرینترهای سه‌بعدی بر مبنای جامد کردن رزین مایع کار میکنن. یه نکته اساسی من بهتون بگم، تقریبا تو این 400 روش چاپ سه‌بعدی که من خدمتتون عرض کردم، مبنای کار و منطق کار همون تکنیک تبدیل فایل سه‌بعدی به لایه‌های مختلف و ساخت لایه‌ها توسط دستگاه است. تفاوت روش‌های مختلف عموماً روی ماده اولیه‌ای هستش که تو دستگاه استفاده میشه. یعنی اینکه من بیام مثلا از پلاستیک استفاده کنم، فلز استفاده کنم یا رزین یا بتون یا هر چی. وقتی متریال ما فرق کنه، اولا روش ساخت لایه به کمک اون ماده اولیه فرق میکنه. طبیعتا شما پلاستیک رو اگه بخوایم باهاش چیزی بسازین، اول باید پلاستیک رو داغ کنین، ذوب کنین، مایع و روان بشه، بعد اون جسم رو با ماده مذاب بسازیم و دوباره سرد کنین و که بشه شکل نهایی ما. ولی خب این اگر بخواد توسط بتون یا گل استفاده کنین، ذوب کردنی نداره دیگه. کافیه که بتون حالت خمیری‌تر داشته باشه و شل باشه، ویسکوزش مناسب باشه، توی اکسترودر بریزیم و جسم رو بعد بسازیم. متریالمون ما وقتی فرق کنه، خب تکنیکمون فرق میکنه، انرژی دستگاهمون فرق میکنه و به تبع اون دقت خروجی دستگاه فرق میکنه. طبیعتا خروجی پلاستیک با خروجی بتون و رزین یا فلز متفاوته. این خروجی که ما میتونیم از اونا بگیریم یا جسمی که میتونیم بگیریم، دقت و ظرافتشون متفاوته و تفاوت در جنس متریال و دقت خروجی باعث میشه که کاربرد دستگاه توی حوزه‌های مختلف تعریف بشه. در حقیقت ما به روش‌های مختلف چاپ سه‌بعدی داریم، دستگاه چاپ سه‌بعدی داریم، با اون روش رو داریم و کاربرد این چاپگرها در این روش‌های مختلف فرق میکنه. اینطور نیستش که یک چاپگر سه‌بعدی استاندارد و واحد به درد همه کارها بخوره. پس این تفکر که شما یک پرینتر بگیرین، هم فلز چاپ کنین، هم بتون چاپ کنین، هم جسم پلاستیکی و هم شیشه‌ای چاپ کنین، تفکر صحیحی نیستش. اعداد و ارقام دستگاه هم بر اساس این ماده اولیه نمونه ساخته شده از دستگاه فرق میکنه. ما مثلا پرینتری داریم که مواد اولیه‌مون خیلی گرونه و پرینتر سه‌بعدی هم داریم که مواد اولیه‌مون خیلی ارزونه. قیمت دستگاهمون هم فرق میکنه، چون خروجی دستگاه وقتی فرق میکنه، خب قیمتمون هم متفاوت میشه. حالا اینکه شما برای یک کاری از چه پرینتری با چه تکنیکی استفاده کنین، به عوامل مختلفی بررسی داره.
اینکه ذاتاً کدوم یکی از این روش ها بتونیم این جسم رو بسازیم، اینکه قیمت ها عدد رقم ها چطوری هستش، اصلا میصرفه این قطعه رو با این روش بسازیم یا نه. اینا سوالایی هستش که اول باید پاسخ داده بشه تا بشه دستگاه رو انتخاب کرد و بتونیم عملیات ساخت رو انجام بدیم. دسته‌های اساسی توی این چاپ‌های سه‌بعدی یکی پرینترهایی هستن که یک رزین و یا یک مایع رو در حقیقت جامد میکنن، سفتش میکنن و با این تکنیک جسم رو میسازن. زیر مجموعه مختلفی داریم که من بعضی اونا رو بهتون معرفی میکنم که همینجا در این شکل میبینین. SLA، DLP و CDLP تو این روش هستن. دسته دیگری هستن بر اساس اکسترود کردن ماده اولیه کار میکنن، یعنی در حقیقت این متریال از نازل دستگاه پایین میریزه به روش حالا یا ذوب کردن یا سرد کردن یا روش های مختلف این ماده اولیه صفر میشه. گونه دیگری از پرینترهای سه‌بعدی در حقیقت روش جت کردن مواد اولیه یا پاشیدن، بهش میگن توف پاشی. لایه های مختلف که میخوام بسازن و مواد اولیه رو تو محل صحیحی پرتاب میکنن. روش های مختلفی داریم که توضیح داده شده و هم برندهای معروفش این پایین نشون داده شده. روش دیگه از پرینتر هست به نام بایندر جت. بایندر جت استفاده از پاشیدن به همراه نوعی چسب هستش. ما توی روش جت کردن در حقیقت مواد رو پخش میکنیم، پرتاب میکنیم و بلا فاصله صفر میکنیم. نمیدونم مثلا به کمک یک فن و کمک اشعه ماورا و بنفش به روش های مختلف به بلا فاصله مواد رو پس از پاشیدن صفر میکنیم. تو روش بایندر جت ما از یک نوع چسب استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید شما مواد اولیه از جنس شن داشته باشین، در حقیقت بیاد این بخشای سعی که بیاد بخواد صرف کنیم با یک چسبی بخوایم به هم بچسبونیم که این اون چن هایی که فقط همون لایه هستن به هم بچسبن و بقیه جا به هم نچسبن و نیاز نیستش که بعدا جدا میشه. روش بایندر جت بر این اساسه. حالا در ادامه بیشتر توضیح میدم. ذوب کردن بستر پودری، در حقیقت ما متریالمون از جنس پودرهای فلزی، پودرهای مختلف میتونه و به کمک یک اشعه مثل لیزر یا حرارت زیاد و میایم و این بخشای مناسب رو به کمک اشعه ذوب میکنن و در حقیقت اون بخشا صفر میشه و بخشای دیگه به شکل اولیه خودش باقی میمونه که در ادامه اون بخشایی که دست نخورده رو پاک میکنیم و کنار میریزیم و شکل نهاییمون رو خارج میکنیم از اون شکل. گونه دیگری از پرینترها بر اساس انتقال مستقیم انرژی هستن. انرژی رو بلافاصله مثلا اشعه لیزر هسته به یک مفتول سیمی میتابونن و یه چیزی مثل عملیات جوشکاری است با الکترود که رخ میده. در حقیقت این الکترود تو جایگاه مناسب توسط اشعه ذوب میشه و لایه ساخته میشه. گونه دیگری هم هست بر اساس لایه سازی صفحات کار میکنن. اگه بخوام یک مثال بزنم مثل این هستش که شما تعداد زیادی کاغذ و برش بزنین که همون لایه ها هستش و این کاغذ ها روی هم دیگه بچسبونین. این روش رو بهش میگن لایه سازی صفحات که LOM معروف هستش، معروف ترین روشش هستش. پس تو این اسلاید دسته های مختلف و اساسی دنیای چاپ سه‌بعدی رو باهاش آشنا شدیم.
اولین روش که معروف ترین روش هستش و رایج ترین روش هست و ارزان ترین روش هم هستش و در دسترس ترین روش هست، روش FDM هستش، شکل دهی با ذوب انتخابی. توی این روش مواد اولیه از جنس پلاستیک هستش، مثل رول‌های مفتول شکل سیمی، ما بهش میگیم فیلامنت. فیلامنت توی هد دستگاه به کمک حرارت ذوب میشه و این مواد مذاب از نوک ریز نازل ریخته میشه و بلافاصله به کمک یک فن یا هوای اطراف صفر میشه و خنک میشه. با این روش لایه لایه جسم ساخته میشه و شکل میگیره و بالا میاد. احتمالا خیلی از شما ویدئوی این روش رو حتما دیدین یا از نزدیک هم دیدین این روش ها رو. تکنیک بعدی تکنیک پرینترهای رزینی هستش. مواد اولیه نوعی مایع حساس به نور ماورا و بنفش هستش. این مواد اولیه یا فوتوپلیمرهای یووی پخت مواد اولیه هستن که به محض اینکه نور ماورا و بنفش بهشون میخوره در حقیقت پخت میشن و ساختار جامدی به خودشون میگیره و صفر میشن و این شکل جامد ما با این یووی پخته میشه. دو تا از روش های معروف ما SLA و DLP هستش. تو روش DLP به وسیله یک ویدیو پروژکتور اطلاعات لایه ها توی ظرف رزین خوابونده میشه. در حقیقت توی هر لایه یک لایه، این لایه در فاصله کانونی ویدیو پروژکتور لایه لایه تشکیل میشه و خارج میشه و رزین های واقع در قسمت های فاصله کانونی فقط همون قسمت خشک میشه، بقیه قسمت ها خشک نمیشه و میز کار به سمت بالا میره و قسمت های فاصله کانونی باز دوباره رزین مایع قرار میگیره. لایه بعدی تا شکل نهایی خارج بشه. تو تکنیک SLA همین کار انجام میشه، اما به کمک یک آینه و یک لیزر ماورا بنفش. به کمک این لنز آینه با سرعت بسیار بالا اشعه لیزر داخل مخزن تابونده میشه و اون منطقه‌ای که فاصله کانونیش هستش این لایه تشکیل میشه و همزمان میز کار و دستگاه میره پایین. توی DLP یک لایه به صورت کامل ساخته میشه، SLA به صورت نقطه نقطه ساخته میشه اما با سرعت بسیار بالا. هر کدوم از این روش ها مزایا و معایب خودشونو دارن و برای کاربردهای مشخصی مفیدتر هستن. ما نمیتونیم بگیم که فلان روش از هر لحاظ بهتر. اگر روشی پیدا بشه که از هر لحاظ از روش‌های دیگری برتری داشته باشه روش نهایی ما محسوبه. وقتی منسوخ نشده روش‌های دیگه‌مون یعنی که اون روش‌ها بهتر نیست، اینا دیگه خوبی‌های خودشونو دادن. تکنیک بعدی SLS هستش، جوش دادن انتخابی به کمک لیزر بر مبنای تاباندن یک اشعه لیزر با قدرت بالا به یک بستر پودری شکل هستش. این بستر پودری شکل که در حقیقت جنس مختلف میتونه باشه از پودرهایی مثلا پلیمری استفاده میشه معمولا و لیزر باعث میشه که بخشای خاصی از این پودر که همون لایه جاری هستش در حقیقت لیزر تابونده بشه و ذوب بشه و لایه ها تو هم فرو بره و همون قسمت صفرش. بقیه قسمت ها لیزر تابونده نمیشه و حالت اولیش باقی مونده. وقتی کار ساخت لایه تموم شد یک مرحله میز کار دستگاه میره پایین و یک لایه پودر پاشیده میشه روی بستر به کمک قطعه‌ای که می‌بینیم و مجددا عملیات تابوندن لیزر نیز انجام میشه.
با این روش لایه لایه نیز جسم از اون بستر پودری شکل ساخته میشه. وقتی عملیات ساخت تموم شد به کمک قلمو و فرچه و یا فشار باد و اینا پودرهای زائد خارج میتونیم بکنیم از جسم. همین تکنیک رو اگه استفاده کنین برای در حقیقت پودر فلزات، اگه از فلزات باشیم به این تکنیک میگیم SLM که لیزر طبعا بسیار قوی تر نیاز داره که این پودر ذرات رو تا مرحله ذوب شدن و در هم رفتن مولکولاشون گرم بکنه و ادامه بده و دمای بالایی نیاز داره. ولی خروجی ما یه خروجی فلزی میده، ولی خروجی ما خب متخلخل تقریبا و بافت سطح یک نواختی نداره، ولی خب تخلخلش در حدی هستش که بشه از اون جسم در صنعت استفاده کنه. کاربرد وسیع و بسیار گسترده‌ای داره این پرینتر و در صنعت کاربردی دارن میشن و روز به روز استفادهشون بیشتر میشه. و روش متریال جتینگ یا همون پاشش مواد اولیه رو تو این اسلاید میبینیم. معروف ترین روشش پولیجت هستش که دستگاه از طرفی گران قیمت و از طرف خروجی بسیار دقیق و عالی بهتون تحویل میده. دستگاهش خیلی گرونه و دسترسی برای همه کاربرا ممکن نیست، اما قطعات با کیفیتی هستش که از شکل‌های دیگه کیفیت خیلی بالاتری ده. تعداد زیادی نازل های ریزی تو دستگاه هستش، یه چیزی شبیه به پرینترهای جوهر افشانه. مواد اولیه رو توی هر لایه به کمک این هدایش میپاشه و میریزه و مثلا به کمک یک در حقیقت اشعه یووی مواد اولیه رو بلافاصله خشک میکنن. توی این روش امکان استفاده از مواد اولیه با رنگ‌های مختلف وجود داره. طبیعتاً خروجی تمام رنگی میتونین داشته باشین، همچنین استفاده از چند ماده اولیه و مواد مختلف هستش که این یک مزیت برای این تکنیک هستش که توی همه روش‌ها این ویژگی‌ها رو نداریم. روش بعدی بایندر جتینگ که در موردش صحبت کردیم، بایندر جتینگ و پاشش و تثبیت به کمک چسب. یک پودر باش لایه لایه پودر رو بستر چاپ میکنه، ریخته میشه لایه های پودر و یک هد میاد در حقیقت اون چسب مخصوص این مواد رو روی بخش مناسب میریزه. مثلا فکر کن این لایه گچه، اون چسبش میتونه مثلا آب باشه که این گچه ما صفر بشه، میره یک لایه پایین دوباره همین کارو میکنه تا شکل نهایی ما تکمیل بشه. الان این شکلی که ما میبینیم مثلا از جنس ماسه هستش و به درد صنعت ریخته‌گری میخوره. خب تو این اسلاید هم میخوایم بگیم که کدوم تکنولوژی ها تو ایران در دسترس هسته. ما تنوع بسیار زیادی از تکنولوژی ها داریم و تعدادی از مهمترین آنها معرفی شده، هرچند روش های دیگه هم هستش، ولی سعی کردم معروف ترین هاشو بهتون بگم. توی ایران از تکنولوژی های مثل FDM، DLP، LCD، SLS، SLM و بایو پرینترها و پرینترهای PDM هم وجود داره که شرکت های مختلفی اینا رو تولید میکنن. تو گرید های صنعتی و خصوصی هم اینجور تولید کننده ها وجود دارن تو ایران. تو پرینترهای رزینی DLP و LCD که تو اسلاید قبلی من توضیح هم ندادم که نخواستم وقتتون بگیرم، توی این دوتا تکنیک هم میتونید تو ایران دستگاه پیدا کنید.
از جمله سازنده‌های ایرانی هم وجود دارن. تکنیک SLS مخصوص ساختن در حقیقت اجسام پلیمری از به وسیله اشعه لیزر هستش و یک تولید کننده ایرانی داره. SLM هم توسط پودر سلز تولید کننده ایرانی داره. بایو پرینتر یا پرینترهای که مخصوص ساخت بافت‌های از جنس سلول زنده هستن توی ایران خوشبختانه چند تا تولید کننده داریم. پرینترهای خاص دیگری هم که مثل شکلات سازی، مثل همین بتون، مثل PDM، اکسترودری سفال و اینا وجود داره تو ایران که میتونیم به کمک این دستگاه مواد اولیه خمیری شکل رو میتونیم باش چاپ کنیم. سفال، سرامیک و اینا با این مثلا نمونه‌های خمیریه که یک دست هستن. حالا چرا بتون سخت‌تره رو من در آینده بهتون میگم. غیر از این پرینترهایی که براتون عرض کردم یا دستگاه دیگه یا خاص هستش یا قیمت بسیار بالایی داره. خب این سازه‌ای که می‌بینین یه سازه آماده هستش که به طور معمول ساخته شده. همینطور که می‌بینین دارای میلگردهایی هستش در بالا و پایین، همچنین سقف و خب راپله و اینا که با پرینتر سه‌بعدی این سازها امکان پذیر نیستش. چرا؟ چون پرینترهای سه‌بعدی میلگرد و شبکه میلگرد نمیتونن ببندن یا اینکه مثلا سقف بسته نمیشه. دلیل اینکه سقف بسته نمیشه یا این شبکه میلگرد اینا بسته نمیشه هم خب دلایلی داره که الان براتون شرح میدم. ولی ما میخوایم ببینیم برای رفع معضلا باید چیکار کنیم. به پرینترهای سه‌بعدی بتون رسیدیم. قسمتی که گفتم یک سازه بتونی داره مثلا ستون، سقف و حالا المان‌های دیگه، راپله و ایناست. چرا پرینترهای بتونی حالا نمیتونن این المان‌ها رو چاپ کنن؟ اولین دلیلی که باعث میشه این المان‌ها رو نتونن چاپ کنن این سقف‌ها هستن. سقف‌ها رو چجوریه؟ نگاه کنیم ما تو یک سازه معمولی که می‌خوایم طراحی کنیم، مثلا سازه اول ما میایم به این شکله، یا قوس ساده. خب با پرینترهای فیلامنت یا هر پرینتر دیگه میاد چیکار میکنه؟ میاد آقا لایه اول رو میریزه، این لایه اول، لایه دوم میریزه، بعد اینجا خالیه. اینا رو چیکار میکنه؟ یک قسمت داره به نام ساپورت. ساپورت ها حالا انواع اقسام مختلفی دارن، به نام ساپورت های مثلا خطی این شکلیه یا ساپورت های درختی. اینا باعث میشه این شکل بگیره که بعد از فرآیند چاپ این ساپورت ها کنده میشه و این قوس ما استخراج میشه ازش. ولی در بتون همچین قابلیتی وجود نداره. چرا قابلیت وجود نداره؟ چون اگه ما یک ساپورتی بزنیم ساپورت دائمه و ساپورت هضم نمیشه. به خاطر همین قابلیت چاپ به سقف نداره. خب برای رفع این موضوع باید چیکار کنیم؟ ما میایم مثلا یک سازه که داره طبقات مختلف هست، میان طبقه اولو تو ستون، دیوار، هر چی هست میریزن. پرینتر مثلا اگه این بازوهای پرینتر ما باشه در جهت زد، میان یه تراز ارتفاعی در این بازوها میدن و پرینتر باز دوباره در ردیف بالا اینجا عمل میکنه و اینجا یه قالب یا یک سقف بسته میشه، دوباره اینجا شروع به چاپ میکنه و ستونها و طبقات بالاتر. اینجوری میتونن سقف‌ها رو شکل بدن. خب این روند چاپ در پرینترهای سه‌بعدی یک کمی دردسر داره و معضلش حل نشده. معضل بعدی که داره بحث مقاومت و میلگرد گذاری و شبکه بندی. برای بتون خودمون همونجور که می‌دونیم مقاومت فشاری بسیار خوبی داره، ولی مقاومت کششیش به خاطر آرماتوری که نداره ضعیفه و لایه‌ها از هم باز میشه.
قبل از اینکه راجع به این بحث صحبت کنیم خوبه که بدونیم که آقا برای چاپ یک فرایندی چند تا روش چاپ وجود داره. نکنیم ما یک مکعب رو مثلا میخوایم چاپ کنیم. خب یکی حالتش اینه که اینجوری لایه اول، لایه دوم، سوم تا الی آخر، تا انو. حالت دومش چیه؟ میگی که آقا من این لایه رو اینجوری چاپ میکنم. لایه اول همینجوری، لایه دوم، سوم، چهارم تا انو به این سمت چاپ میشه. خب من حالا باید بستگی داره به مدل چاپ خودم. نه کنید این بحث این چاپی که میگم، حالا شما میگین مثلا چرا پرینتر که نمیتونه اینجوری چاپ کنه؟ چرا پرینتر میاد اینجوری لایه چاپ میکنه میاد بالا. نه کنید بحث روند چاپه. تو وقتی نرم افزار که قرار میدیم میاد چیکار میکنه؟ میگیم که آقا این مکعبو که میخوایم چاپ کنیم مثلا اینجوری چاپ میکنه، میاد لایه اول، خب لایه دوم همینجوری میاد روی لایه سوم. برای این حالت چه شکلیه؟ برای این حالت برعکس چاپ میکنه، اینجوری. این کفه، اینو فکر کنه از بغل داریم نگاه میکنیم. لایه دوم همینجور میاد روی لایه اول، لایه سوم تا آخر. خب حالا ما از کجا بفهمیم کدوم حالت چاپ برای ما بهتره؟ چند تا فاکتور برای حالتهای چاپ ما داریم. فاکتور اول اینه که نیرو یا فشاری که وارد میشه به سطح ما چه شکلیه. نگاه کنید وقتی من میخوام برای این المانم یک نیروی از بالا وارد کنم، وقتی به این حالت باشه خب این خطی که وجود داره این باعث میشه که مقاومت برشی کمی داشته باشه و خب المانا راحت تر از هم میشکنه. به خاطر همین من وقتی نیرو اینجوری بهتره که در این حالت چاپ کنم. مسئله دوم اینه که میگن که آقا خب بعضی وقتا محدودیت‌های هندسی ما باعث میشه که ما نتونیم چاپ کنیم. مثلا میخوام یک پلی چاپ کنم یا یک عرشه یک پلی. خب عرشه این پل این شکلیه به فرض. خب این عرشه پلو من اگه بخوام مثلا اینجوری چاپ کنم اینا باز دوباره ساپورت میخواد دیگه. به خاطر میان چیکار میکنن؟ میان دقیقاً در این راستا روی زمین چاپ میکنن. میگن که انگار این رو زمین باشه، فکر کن این سطح صاف اینجوری چاپ میشه که بیاد بالا. دیگه به نیروی مقاومت برشیش کار ندارن چون محدودیت هندسی برای چاپ سه بعدیمون داریم. و مسئله بعدی هستش که ما خودم مثلا تو این مسئله کار کردم اینه که مقاومت کششی تو لایه‌های ما ضعیفه. خب برای اینکه مقاومت کششی ما ضعیفه، به میلگرد وقتی انگار لایه‌های ما به این شکل باشه، میلگرد وقتی بخوام توش بکوبن یا میلگردی فشار بدن یا شبکه‌ای ببندن، این لایه‌ها هنوز خیسه، از هم وا میشه. قالب که نداریم ما. به خاطر اینکه قالب نداریم این لایه‌ها از هم باز میشه و شکل اولیه‌مون خراب میشه. خب من کاری که مثلا برای این کار برای مقاومت برشی افزایش مقاومت برشی انجام دادم اینه که گفتیم چیکار کن؟ بیا آقا چند تا لایه چاپ کن. مثلا به تعداد 5 تا لایه. این 5 تا لایه که چاپ کردی، یک لایه چسب بتون که خب اون تو کتاب براتون به مفصل توضیح داده شده. این لایه چسب بتونه. این چسب بتون همونطور که از مکانیک شکست میدونیم قوی ترین پیوند بین لایه هامون این چسب بتونه که پس میشه چی؟ مکانیک شکست میگه چی؟ میگه ضعیف ترین حلقه یک زنجیر مساوی با قدرت اون زنجیره. ما ضعیف ترین حلقه رو گذاشتیم رو همین لایه ها، یعنی از اینجا خورد نمیشه. پس لایه های بعدیمون اگه طی بشه، یعنی ما لایه های بعدیمون مطمئنیم که از این تیکه خورد نمیشه. حالت دومی که قرار انجام بشه، ما یک مسئله یا یک معضلی که در پرینترهای سه بعدی بتون داریم، معضل درز سرده. یا درز سرد چیه؟ درز سرد میگه آقا ما میایم چند تا لایه چاپ میکنیم، بعد این لایه هامون مثلا بتون نمیرسه، هوا شرایطش بده، مشکل نرم افزاری میخوریم، دردسرای مختلفی داریم. خب ما در پرینتر اگه چاپ نشه این لایه ها به هم نمیچسبه دیگه، در هم نفوذ نمیکنه. خب به خاطر این کار چی کار کنیم؟ همین
همین لایه چسب بتون میایم مثلا چیکار میکنیم تو این دستگاهی که مثلا من تعریف کردم، میگه که آقا شما 5 تا لایه 6 تا لایه چاپ کردی چسب میزنی اوکی. ولی اگه دستگاه به مدت 30 دقیقه مثلا توی یک برد پی سی بی که طراحی کردیم، گفتیم طراحی بر اساس 30 دقیقه بود، 30 دقیقه طراحی شد بتونی چاپ نشد یا دستگاه متوقف شد، بعد از شروع چاپ، شروع مجدد چاپ، اول یک لایه چسب روی این حرکت کنه، بعدش سپس بیاد بتون جدید روش چاپ بشه که این لایه ها در سر توش اتفاق نیفته و باعث بشه که به هم متصل شن. یک معضل دیگه که در این پرینترها هستش، معضل ویبره نخوردن این پرینترها. خب این ویبره نخوردن باعث میشه چی؟ باعث میشه که این بتون ما تخلخلش بالا باشه. خب ما تو پرینتر اصلا روال کلی پرینتر اینجوریه، ما دستگاه اصلی پرینتر رو داریم، مثلا این پرینتر دروازه‌ایه، این نمونه ماه. یک چیز داریم تحت عنوان مثلا اکسترودر. حالا اکسترودر یا خود روی پایه قرار میگیره یا مثلا خارج پایه، توسط شلن میاد به نازل چاپ میکنه. خب داخل این اکسترودر یک ماردونی وجود داره که این بتون رو توش هم میزنه و میفرسته داخل شلنگ. خب اینجا توسط یک دونه موتور گیربکس باعث حرکت میشه. موتور گیربکس چرا؟ موتور گیربکس به دلیل قدرتی که داره از موتورهای دیگه بهتره و همینطور قابلیت کنترل توسط بردهای آردوینو داره و میتونیم ما سرعتش رو تنظیم کنیم، با چه سرعتی خروجی داشته باشه که بچرخه و این مواد مثلا با این سرعت، مثلا من سرعت دستگاه روند چاپم سرعتش زیاده، میخوام سرعت خروج موادم هم زیاد باشه، ولی نه بتون من آقا بتونی که دیرتر میگیره، شلتره، من باید چیکار کنم؟ سرعت دستگاه رو بیارم پایین‌تر. به خاطر این انگار موتور رو با این برد میتونیم کنترل کنیم. میاد این بتون رو میاره برای سر نازل و سر نازل شروع به چاپ میکنه. بعد ما حالا سر نازل‌های مختلفی داریم که خب بستگی به قطر نازل میاد این شروع روند چاپ رو داره. حالا گفتیم آقا این تخلخلش زیاد بود، بحث تخلخلش حالا ما چیکار کنیم؟ ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما در این قسمت یک موتور لنگ. موتور لنگ چیه؟ یک موتوریه که مثلا یک لنگی به سرش وجود داره، این لنگ این شکلیه. خب که این به موتور وصل میشه. این لنگ باعث میشه با این حرکتی که داره، مثلا دسته‌های بازی که دیدیم یا مثل میزای ویبره‌ای که داریم، باعث میشه با این لرزشی که داره این دستگاه این اکسترودر بلرزه. لرزش این دو تا خاصیت داره. خاصیت اولش چیه؟ خاصیت اولش اینه که این بتون خود به خود ویبره میخوره و هوا اضافهش خالی میشه. خاصیت دومش چیه؟ خاصیت دومش اینه که برای خروج مواد باعث تسهیل خروج مواد میشه، یعنی مواد راحت‌تر خارج میشه. و همینطور یک نکته دیگه که مهمه که بگم، این ماردون با استفاده از یک کلید سه حالته 6 پایه، یعنی چی کار میکنه؟ نگاه این ماردون وقتی سر تا سر این نباشه، من بتون رو میخوام بریزم، باید یه فشاری پشت ماردون باشه، گام ها تنظیم شده باشه. میاد چی کار میکنه؟ مثلا آقا من میخوام افزودنی به این بتونم اضافه کنم، خب حالت رو میزنم آقا برعکس بچرخه. یعنی چی؟ یعنی فقط ملات من این تو هم میخوره، ملات من افزودنی با ملات ترکیب میشه. ولی وقتی بگم آقا ساعتگرد بشه، ملات رو میده میاد پایین و میاد تو نازل، این کلید باعث هم خوردن و همچنین افزودن مواد افزودنی میشه. خب بعد از این اکسترودر که مواد خارج میشه، میاد به سر نازل‌ها با سایزهای مختلف شروع به چاپ میکنه. خب لایه ها که دونه دونه چاپ میشه، این لایه ها بهتره که تو معرض هوای گرم باشه و باعث چاپ بشه. ببینید یک مسئله دیگه هم هستش، ما تو چاپ سه‌بعدیمون حتما دیدیم تو ویدیوها یا شکل‌های دیگه، مثلا اینجوری چاپ میکنه لایه ها رو، یه چیز اینجوری. خب میگیم که چرا اینجوری چاپ میکنه، چرا همه رو پر نمیکنه؟ خب اولین سوال پیش میاد، آقا این اگه پر کنه بهتر نیست؟
بله پرکنی بهتره، ولی آیا صرفه اقتصادی داره؟ خیر. آیا ما با پر کردن این انقدر مواد داریم، انقدر تجهیزات داریم که اضافه کنیم؟ خیر. و سازمون سنگین میشه، خیلی مشکلات به زیادی پیش میاد. میگه خب آقا ساز سنگین میشه، چرا اینجوری حالا چاپ میکنه؟ خب وقتی ما میایم نیا کنیم مثل بحث 2 تا کاغذ میمونه، من این کاغذ اگه ثابت باشه، خب من نیا کنیم نیروی فشاری بهش وارد میکنم، میبینین خم میشه، این راحت خم میشه از هر جا. ولی حالا همین کاغذ رو من میام چیکار میکنم؟ با همین المان تا میدم، این دیگه با راحتی خم نمیشه، دیگه باید زور خیلی بیشتری اضافه کنیم بهش تا بتونه خم بشه. به خاطر نیروی فشاری اون افزایش پیدا میکنه. درسته طولش کمتر میشه، ولی حجم ولاتی که میخوایم ببریم اونقدر اضافه تر نمیشه. تو دیوارای انگلیس هم ببینیم، مثلا دیوارای چیده شده با آجر یک رجه، یعنی چیکار میکنه؟ یک ردیف دارن میشن و همینطور قوسیه که این باعث میشه افزایش مقاومت فشاری داشته باشه. همچنین نیروی جانبی رو هم بهتر مهار میکنه. نیروی جانبی میگین چجوری بهتر مهار میکنه؟ مثلا من همین رو الان حساب کنیم به نیروی جانبی، یک المان روش بندازم سریع خم میشه، ولی اگه مجدد مثلا فکر کنم همین عرشه پل من یه المان بندازم به راحتی خم نمیشه. خب این خاصیتایی که این روند چاپ برای ما برمغان داره. مسئله بعدی که ما باید راجع به پرینترهای سه‌بعدی بهش برسیم، مسئله بتونمون. بتون‌های پرینتر سه‌بعدی یه اصطلاح جا افتاده، میگن بتون ژئوپلیمری. نه، بتون ژئوپلیمری صرفا برای پرینترهای سه‌بعدی استفاده نمیشه. بتون‌های مختلف، بتون‌هایی با سیمان‌های مختلف، سیمان 525 425 و 325 استفاده میشه. نکته‌ای که تو بتون‌های پرینتر سه‌بعدی وجود داره، یکی اینی که اولا تقریبا ماسه‌های ما ریزدونه باشه و اینکه نسبت ماسه و سیمانمون تقریبا برابر باشه. و نکته دومی که مهمه، نگاه کنید ما نسبت آب به سیمانمون باید کم باشه در بتون‌های سه‌بعدی، ولی فوق روان کننده یا روان کننده‌مون زیاد باشه. برای چی این کار اینجوریه؟ فوق روان کننده یا روان کننده‌مون وقتی که تو این آب مخلوط میشه، نگاه کنید تا یه حدی بتون روونه. وقتی بتون روونه داخل اکسترودر راحت اکسترود میشه، میاد اینجا. این لایه تا میره چاپ میکنه، لایه بعدی رو میخواد بیاد دوباره به سر جای اولش برسه، تقریبا اثر اون فوق روان کننده رفته. وقتی اثر اون بره، خب لایه بعدی روی این لایه قرار میگیره، این لایه سفتره. به خاطر این سفتی این لایه بهتره که این طرح اختلاطای بهتری رو برای پرینترهای سه‌بعدی استفاده کنیم. یک مسئله دیگه پیش میاد، میگن که خب آقا تو این بتون‌های سه‌بعدی خب بتون ما ضعیفه، چیکارش کنیم؟ خودمون رو بخوایم تقویتش کنیم، بعد برای این بتون چیکار کنیم؟ خب برای تقویت بتون یک کاری که خیلی الان رایج هست انجام میدن، افزایش افزودنیایی مثل الیاف‌های مثلا فورتا یا الیاف کربن یا الیاف‌های مختلفه. خب نگاه کنید دو حالت داره، مثلا من بخوام برای این الیاف‌ها رو اضافه کنم، یکی الیاف‌ها به صورت پودری یا مخلوط اینا اضافه کنم و اکسترود از سر نازل من خارج بشه. خب حالت دوم اینه که سر نازل من با اندازه خروج الیاف من یکی باشه. مثلا من آقا الیافم 2 میلیمتریه، میام چیکار کنم؟ یک نازلی دارم که اینجوری 2 میلیمتریه، این به اندازه 2 میلیمتره. میاد الیاف اینجا چیکار میشه؟ میاد الیاف مستقیم اینجا بیرون میاد و این خب دستگاه حرکت میکنه دیگه، اینجوری دونه دونه چاپ میشه. الیاف مرتب روی هم چاپ میشه. خب این الیاف فایده این ترتیب و مرتب بودن چیه؟ باعث افزایش مقاومت خمشی نمونه هامون میشه و مقاومت های بهتری ما از این نمونه میگیریم و خب چاپ بتون بهتری داریم. برای پرینترهای سه‌بعدی نگاه کنیم صفحه گرم نیاز نیست. ما بهترین دستگاهی که من برای پرینترهای سه‌بعدی الان میبینم نسبت به صرفه اقتصادیش و ارزون بودنش، دستگاهی دروازه‌ای هستش، پرینترهای سه‌بعدی دروازه‌ای.
این پرینترها خب یک دروازه‌ای داره و ناظر باعث میشه که بیاد اینجا، ولی دستگاه دیگه کمی قیمتش بالاتره و اینا. ما پرینترهای سه‌بعدی حالا تو این ویدیو به صورت مختصر در حد آشنایی صحبت کردیم، ولی بحث برنامه‌نویسی این پرینترها، بحث کار با نرم افزاراش، طراحی‌ها و اینا خب زمان خیلی زیادی میگه و توقعی نیستش که مثلا ما تو این 1 ساعت یا نیم ساعتی که قرار با هم صحبت کنیم این پرینترها رو کامل مفهومش رو پیدا کنیم. ولی توصیه من اینه که مثلا اگه کسی میخواد کار با پرینتر رو شروع کنه، بهترین کار اینه که اول ببینه تو چه حیطه‌ای میخواد شروع کنه، دومین مسئله نرم افزارهای مربوط به اون رو بشناسه و بعد شروع کنه بیاد بگه آقا خب من برای حیطه خودم مثلا چه پرینتری لازم دارم، این نرم افزارام اینه، خب میخوام با این پرینتر چیکار کنم، روند چاپم چیه، نرم افزار اسلایسرم چیه، نمیدونم برنامه‌نویسی این پرینترم چیه، چه تغییراتی روی این پرینتر بشه بدم خوبه. خیلی خوشحال شدم که این ویدیو باهاتون اشتراک گذاشتم. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. برای ارتباط بیشتر با من آیدی پیجمو زیر همین ویدیو میذارم و میتونیم پیام بدیم. موفق باشین. خدا نگهدار.